گفتاری نهم. آوازه، تشویش، واهمه. آوازه نه پای دارد که دود و نه بال دارد که پرد، لیکن وی از دهان به دهان با بالابندی آب رنگی نو چنان زود پهن می شود که حتی سیمهای تلفن حسد می برند. آوازه اول به هیجان، ثانی به تشویش و بعد به واهمه مبدل می شود. آدمانی هستند که اصل واقعه را درست نفهمیده عرابه خشک خالی را گرفته می گریزند و گرد و جانب را از مغل پر می کنند. بسیار وقت سببگار آوازه، تشویش و وهم و واهمه بچه ها می شوند. بعد آنکه دخترچه به کانال غلطید، کمپیر از بچه های هراسان گریخته ایستاده پرسید: چی گپ شد؟ چی گپ شد؟ دخترچه در کانال غرق شد. جواب داد بچه. کمپیر: اوه چی فلاکت، چی روزی سخت گویان در جویش نشسته ماند. یک مرد ولوسیپد سوار سبب ناله کمپیر را پرسید و از واقعه آگاه شده به مگزین در سر راه بوده خبر داد. میدونید در کانال یک بچه غرق شده است. این خبر رو یک مرد واهمه‌چی به چایخانه رفته به رنگ دیگر بیان کرد. حاضر خبر آمد که یک بچه را کشته به کانال پرتافتند. همین طور بعد نیم ساعت کسی نماند که این خبر را نشنیده باشد. در دهه چند سال باز چنین واهمه پهن نشده بود. همه پدر و مادران در جستجوی فرزندان خود شدند. با رنگ پریده مادر اسد به نزد مادر صمد رفت. آنها زود به جستجوی فرزندان خود شتافتند. در 10 دقیقه از حوله های بابا طاهر تا تگ شاهتوت همه جا را دیده برآمدند. از بچه ها نشان نبود. دل مادران را گرگان تله می کردند. انا در همین اسنا پاسبان آب در سر درغاد توپی اسد را از کانال داشته در این باره با تلفن به اداره کالخوز خبر داد. در سر درغاد آدمان بسیاری توپی را دست به دست گرفته گویا از آن سیر و اسرار بزرگی را کشف کردن می‌خواستند. بعد از پرسجویی بسیار معلوم شد که اسد و صمد نام بچه ها گم شدند. واهمه تا رفت کلان میشد. تلفن ها به ایست زنگ می زدند. تراکتورچی ها موتور را خاموش کرده به سر واد می برآمدند. مگزینچی ها سودا را بس کرده به گفتگوی آدمان گوش می کردند. بوخگالتر و حسابچی ها چوت زنی را قطع کرده بر روی همدیگر نگاه می کردند. ولوسیپد، موتورسیکل و автомашина های بارکش و سبکرو به طرف کانال می شتافتند. شناورهای نامور چون غواصان خود را به کانال می پرتافتند. چایخانه و آشخانه ها در یک نفس از آدم خالی شدند. رادیو زیل کالخوز کنسرت نصفی روزی را قطع کرده پی هم تکرار می کرد. اسد و صمد نام پسر بچه های 6 ساله گم شدند. در کجایی که آنها را بینید زود به پراولینیای کالخوز خبر دهید. دیکتور لباس و نشانه های دیگری اسد و صمد را یک یک نامبر می کرد. رئیس کالخوز برای آن تلفن کرده التماس می نمود که یگان ساعت آب کانال را خشک کنند. از تخمین فلاکت روی دادگی برین. توکل خواجه این خبر را وقت شنید که به بازشگاه بریگاد خودشان نزدیک رسیده بود. او اول ذوق کرده خندید. بگذار خوب کافته عذاب کشند، پس یافته نغزکک جزا می دهند. ها شیطان های دوپا، امشب پدر و مادرتان از شما قصاص مرا می گیرند. لیکن باز فکر کرد. بعد آمدن من به کانال در آمده در حقیقت غرق شده باشند چی؟ آنها را آخرین بار کی دیده بود؟ گفته تفتیش کند چی؟ توکل خواجه تو را خدا زد. با آواز بلند گفت او خود به خود و توپیش را به دست گرفته به طرف پراولین کالخوز دوید. وی حتی در دویدن از یک بچه ولوسیپد سوار که با تمام قوت پای میزد پیش گذشت. بچه باشد از عقیبمانه خود شرم داشته زور زده به توکل خواجه رسید. هر دوی آنها گویا مسابقه کرده باشند حرکت میکردند که از همدیگر پیش گذرند. یک آدم کلان با یک بچه برابر دویدنش در حقیقت خنده آور بود. توکل خواجه دیوانه شده است، دیوانه شده است، گفت حسن هنگامه این منظره را دیده.
раҳгузарҳо ангушти ҳайрат ба лаб мебурданд. баъди чанд дақиқа овозаи нав паҳн шуд. Таваккалхоҷа девона шуда аз паси велосипед, мототсикл, автомашина ва сагу гурбаи муш медавидааст. овозачиҳо бе болобандӣ гап зада наметавонанд. идома дорад.